امام رضا علیه السلام فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فبک علی الحسین. نمیارزه تو عالم آدم برای هیچ کس و هیچ چی گریه کنه جز برای ابی عبدالله. اگرم انسان برای کسانش گریه میکنه، برای مشکلاتش اشک میریزه، بدونه که صبورترین انسان ها در کربلا و تابلوی کربلان، کی صبورتر از زینب؟ چه کسی صبورتر از ابی عبدالله که فرمود در زیارت ناحیه که ملائکه آسمان از صبر تو در شگفتن. حسین السلام علیک یا قتیل العبرات، سلام بر تو ای حسین ای کشته اشک ها. تا آدم قلبش نسوزه، دلش آتیش نگیره که اشک از دیدگانش بر گونهش نمیغلطه. این پیوند زدن عاشورا با دل هاست. فقط تنها راه نجات سوار شدن بر کشتی است که ناخدایش حسینه.